السلام علیکم مخلصان عزیز و مهربان. در یک زمان زندگی داریم که یادآور میشویم روزهای نیک خوبی را که چقدر مهر و محبت ها به یکدیگر داشتیم، چقدر دوست می داشتیم همدیگر را و مردم مطالعه میکردند کتاب های بزرگان را، حافظ و سعدی و خیام را، و مخصوصا توجه میکردیم به قرآن، به کلام حق. امروز چه زمانی شد که همه فراموش شدند؟ ای عزیزان، مهربانی را فراموش کردیم، بین هم شیرین زبانی را فراموش کردیم. بین هم ما یک زمان قدر و قیمت داشتیم، قدر و قیمت، قدردانی را فراموش کردیم. مولوی خانی و حافظ خانی رفت از بین ما، به دل و خیام دانی را فراموش کردیم. گر خدا اندر کلامش پند و حکمت داده است، ما چرا قرآن خوانی را فراموش کردیم؟ شهرزمان چون یار جانی پند گفت از بهر ما، پندهای یار جانی را فراموش کردیم.